و طبیعتا هر دولتی که بخواد بیاد باید اون برنامه که نوشته شده رو در جهت اون سیاست‌های کلی اجرا کنه. از نظر علمی غیر ممکنه هر دولتی بخواد اولا تو این وضعیت با این نیروها با این کارشناسان اصلا حتی اون برنامه هم قابل اجرا نیست. آقای رئیسی چجوری ارزیابی؟ آدمی که خودش به زور اومده بالا چجوری میتونه بیاد در منطقه ما رو اول بکنه؟ آقای رئیس جمهور خب در برخوردهایی هم که من قبلا باش داشتم واقعا دنبال حق بود و دنبال عدالت. پزشک متخصص الان تو شهرستان ماهی 20-25 میلیون تومان در نمیاره. این متخصصای پزشکای متخصص ایران 7 برابر پزشکای متخصص امریکا درآمد کسب میکنن، درسته؟ بله. هیچ وقت نگفتم مدیر اصلا خارج بریم. مدیران ما حالا هر چقدرم بگیم اون مدیران با تجربه اونقدر نداریم که بگیم ما داریم فردا عوضش میکنیم. چرا برای بیماری خودمون میریم خارج؟ 4 تا از اینا رو بیاریم در این رابطه نسخه بنویسیم.